درست است و چه چیز غلط. همه چیز از پیش تعیین شده است. همه این دانش، همه این قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در جهان. شما وقتی به مدرسه می رفتید روی نیمکت کوچکی می نشستید و توجه خود را به آنچه آموزگارتان به شما می آموخت معطوف می کردید. وقتی به کلیسا می رفتید توجه خود را بر آنچه کشیش می گفت متمرکز می کردید. همین شیوه با پدر و مادر، خواهران و برادران هم کاربرد داشته است. همه آنها می کوشیدند تا توجه شما را جلب کنند. ما همچنین می آموزیم چگونه توجه دیگران را به خود جلب کنیم تا جایی که نیاز به جلب توجه ممکن است به رقابت بیانجامد. بچه‌ها برای جلب توجه پدر و مادرشان با هم رقابت می‌کنند و همچنین است در ارتباط با معلم‌ها و دوستانشان. به من نگاه کن ببین دارم چه کار می‌کنم. آهای، من اینجا هستم. نیاز به توجه بسیار شدید می‌شود و در دوران بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد. رویای برونی توجه ما را جلب می‌کند و به ما می‌آموزد به چه ایمان بیاوریم و این کار را از زبانی که به آن سخن می‌گوییم آغاز می‌کند. زبان رمزی است برای ادراک، تفاهم و ارتباط بین انسان‌ها. هر حرف و هر کلمه در هر زبانی یک میثاق است. ما این را یک صفحه از کتاب می‌نامیم. کلمه صفحه میثاقی است که ما آن را درک می‌کنیم. هنگامی که ما رمز را می‌فهمیم، توجهمان جلب می‌شود و انرژی از یک نفر به سوی نفر دیگر جریان می‌یابد. شما زبان خود را انتخاب نکردید. شما مذهب یا ارزش‌های اخلاقی خویش را انتخاب نکردید. آنها قبل از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم و به چه چیز نه. ما هرگز حتی کوچکترین این میثاق‌ها را برنگزیده‌ایم. ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکرده‌ایم. ما به عنوان کودک امکان این را نداشتیم که باورهای خود را انتخاب کنیم. اما اطلاعاتی را که انسان‌های دیگر درباره رویای سیاره به ما منتقل کردند پذیرفتیم. تنها راه ذخیره‌سازی اطلاعات پذیرش میثاق‌هاست. رویای برونی ممکن است توجه ما را جلب کند، اما اگر آن را نپذیریم اطلاعات مربوط به آن را ذخیره نمی‌کنیم. به تدریج که میثاق‌ها را می‌پذیریم، آنها را باور می‌کنیم